سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم به این سوال جواب بدم که چجوری میتونیم مهارت شنیداریمون رو توی زبان آلمانی یا دیگر زبان‌ها قوی نگه داریم یا قوی ترش بکنیم و بعد چه روش‌های استفاده بکنیم که زیاد تایممون رو نگیره، حوصله‌مون سر نره، ولی خب این مهارتمون رو هم قوی بکنه. علاوه بر این نکاتی میگم که به درد آماده شدن آزمونتون میخوره، یعنی برای مهارت شنیداری داخل آزمون بر چی کار بکنیم. این سوال هم پاسخ داده خواهد شد، ولی تمرکز ویدیو در آخر روی این خواهد بود که ما چجوری میتونیم خودمون رو برای تایل حقن در امتحان تلک حاضر بکنیم. یعنی به اون نقطه هم میرسیم. اول به صورت کلی صحبت میکنیم، تهش به این نکته میرسیم که باید چیکار کنیم که برای تایل های مختلف حقن توی آزمون تلک آماده بشیم. خب اول از نکات کلی شروع کنیم. مهارت حقن چیزی هست که از اول ما شروع میکنیم به یاد گرفتنش و چیزی نیست که ما بگیم که باید به یه سطح خاصی برسیم که بخوایم یادش بگیریم. معمولا بچه ها یکم سختشونه، مخصوصا کسایی که آلمانی رو توی ایران یاد میگیرن و توی محیط نیستن به اصطلاح. البته اینم باید بگیم که یکم هم این قضیه برای کسایی سخت میشه که توی محیط هستن ولی نه محیط آلمان، یا توی شهرهایی هستن که لهجه‌های مخصوص به خودشو داره و سخته که از روی لهجه بخوان آلمانی رو یاد بگیرن. پس اگر این ویدیو رو دارید تماشا میکنید، شاید از جاهای مختلف باشید یا دارید در جاهای مختلف و کشورهای مختلف زبان آلمانی رو یاد میگیرید، ولی چیزایی که قراره تو این ویدیو صحبت کنیم برای همه صرف میکنه. اول اینکه دوستان این مهارت باید هر روز توی یعنی روتین روزانه‌تون گذاشته بشه. یعنی اینجوری نیست که من فلان روز باید برم این مهارت رو تمرین بکنم. چیزیه که باید بیاد و بخشی از زندگی شما بشه، نه اینکه بخواید فقط یه تایم مخصوصی براش بذارید. اگر روتین روزانه‌تون بشه بدون اینکه بخواید تلاش خاصی نشون بدید، این مهارت خود به خود قوی میشه. شاید باورتون نشه ولی حتی متوجه نمیشید که چه جوری اینقدر رشد پیدا کردید. پس یکی اینکه جزء روتین روزانه‌مون باشه. ولی این یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما میخوایم این مهارت رو قوی کنیم، فقط اینجوری نباشین که حقن‌های توی کتاب رو گوش بکنم یا من نمیتونم حقن‌های سطح‌های مختلف، یعنی سطح خودم رو گوش کنم. یعنی حتما برم توی یوتیوب بزنم که برای سطح B1 من یه ویدیو میخوام یا یه فایل صوتی میخوام. اینجوری نباید باشه، باید تنوع داشته باشه و باید توی روتین روزانه‌تون یه جوری گذاشته بشه که شما چیزهای مختلف رو گوش بدید، لهجه‌های مختلف، و اینجوری نباشه که فقط یک نوع مکالمه باشه. خیلی از کسایی که میخوان این مهارت رو قوی کنن فقط به فیلم و انیمیشن بسنده میکنن، یعنی فقط به چیزایی که صحبت به صورت رفت و برگشتیه و بعد مکالمه نشون بده، یعنی مکالمه باشه. این خودش خوبه، نه که بد باشه، ولی کافی نیست. ما مخصوصا برای توی امتحان‌ها به همچین چیزی کمتر نیاز داریم. توی امتحان‌ها الان وقتی بحث امتحان میشه، من مثال هم از امتحان تلک هستش. توی لول بتسوای چیزی که ما داریم گوش میدیم یا حالا توی امتحانات دیگه معمولا اینه که یه آگهیه یا یه چیزیه که مکالمه رفت و برگشتی نیست. یعنی برای حداقل توی تلک تایل 1 و 3 بتسوای اینجوریه که رفت و برگشتی نیست، یه اخباریه، یه تیکه خبریه. پس ما نیازه که حتما توی یوتیوب یا از هر جایی داریم این فایل صوتی رو گوش میکنیم چیزایی باشه که طرف سریع حرف بزنه، یعنی نه که خیلی سریع ولی زیاد طولانی صحبت نکنه، ولی داره یه خبری میده. یعنی مثل اون اخباری که مثلا یه خبر کوتاهی که ما توی ایستگاه قطار میشنویم یا توی فرودگاه میشنویم، کوتاهه ولی اطلاعاتش برای ما مهمه. پس یه چیزی که باید خیلی قویش بکنیم اینه که خبرهای کوتاه، ولی خبرهای کوتاهی که داره اطلاعات مهمی هست رو ما گوش بکنیم و حتما حواسمون باشه که دنبال همچین فایلای صوتی بگردیم. این که بدونیم ما باید از چه لحاظی به حقوق نزدیک بشیم و از چه لحاظی قویش بکنیم خیلی مهمه. یعنی اینکه بعد دنبال چه فایل صوتی یا ویدیویی بگردیم. یه چیز دیگه ای که هست، باید درباره موضوعات مختلف باشه.
ما وقتی داریم مهارت حقوقن رو قوی میکنیم، علاوه بر اینکه مهارت شنیداریمون رو داریم قوی میکنیم، همزمان داریم مهارت صحبت کردنمون هم قوی میکنیم، چون هرچی بیشتر بشنویم بیشتر میتونیم صحبت کنیم و بهتر میتونیم صحبت کنیم. پس نیازه که درباره موضوعات مختلف ما ویدیو گوش بدیم که همزمان هم گرامر و هم لغتمون تقویت بشه. موضوعات مختلف که میگم یعنی که فقط بسنده نکنید برید اخبار گوش کنید، یا بسنده نکنید که بریم مثلا فقط تحلیل گوش کنید. درباره موضوعات مختلف، موضوعاتی که دوست دارید برید یاد بگیرید. مثلا آشپزی میخواید بکنید برید اونو آلمانی ببینید، میخواید نمیدونم ورزش بکنید باشگاه میرید برید اون ویدیوهای باشگاه رو به صورت آلمانی ببینید. پس بعد مختلف و متنوع باشه و بهتون خوش بگذره که هی این بیاد داخل روتین روزانه‌تون. اگه فقط بخواید به این اخبار گوش کنین یا یه موضوعی که حالا چون باید بلد باشین برین اونو گوش بکنید، روتین روزانه نمیشه و عذاب میکشید تا یادش بگیرید. یه چیز دیگه ای که هست، بس از امتحان شد، برای مثلا امتحان تلک اگر تایل 1 و 3 رو در نظر بگیریم میاد یه اخباری میگه، یه خبر کوتاهی میگه و میره. ولی برای تایل 2 اینجوریه که مکالمه است و مکالمه‌ش هم طولانیه. پس علاوه بر این که ما باید یاد بگیریم یه جملات، یه مکالمه‌های کوتاه، یعنی مکالمه نگم، یه خبرهای کوتاه و یک فایل‌های صوتی کوتاه با اخبار، یعنی با اطلاعات مهم گوش بدیم و زود بتونیم تشخیص بدیم اون اطلاعات مهمی که از ما حالا امتحان یا جایی میخواد. باید این را هم یاد بگیریم که بریم ویدیوهایی ببینیم که ما با مکالمه و اون مباحثه 2 نفر یا چند نفر بتونیم پیش بریم و حوصلمون سر نره. این حوصله سر نرفتن خیلی مهمه، چون برای امتحان میگم نسبتا چند دقیقه اینو دارن حرف میزنن و شما اگه فقط 2-3 تا مورد اولو گوش کنی و از یه جایی به بعد حوصلت سر بره و نتونی دقت تو بالا نگه داری، احتمال اینکه سوالا یعنی سوالای وسط رو به آخر رو اشتباه بزنی خیلی بالا میره. پس بعد عادت کنیم که مکالمه گوش بدیم، مباحثه بهتر بگم مباحثه گوش بدیم و سعی کنیم که با این مباحثه بریم جلو و ادامهش بدیم و گوش کردن بهش رو با دقت انجام بدیم. یعنی اینجوری نباشه که حوصله‌مون سر بره یا دقتمون بیاد پایین. برای مباحثه گوش کردن بهترین منبع بدیهتاً توی یوتیوب هستش که مباحثه‌ای گوش بدید که با لهجه عادی آلمانی یعنی هوخدویچ صحبت میکنن و صحبت داره پیش میره. برای اینکه این مهارتتون هم قوی بشه، من همیشه اون سری ویدیوهای آف این ورد در کانال دویچه وله رو همیشه پیشنهاد میکنم، چون که میان مباحثه میکنن درباره موضوعات مختلف و چون برای هر جلسه یه موضوع انتخاب میکنن و داخلش صحبت میکنن، درباره اون موضوع صحبت میکنن. یعنی خیلی برای ما خوب میشه. چرا؟ چون همزمان که داریم گوش میدیم داریم یاد میگیریم که برای اون لغت مثلا موضوع بار زیشه هایت، برای زیشه هایت میتونیم کدوم لغت رو استفاده کنیم، همزمان لغت یاد میگیریم و همین که توی امتحان اگه همچین موضوعی بیاد، این مخصوصا به درد بتسوی و ساینس میخوره که دیسکوسیون داریم، یا توی ساینس وقتی میخواین امتحان بدین نیازه که دوباره اونجا دیسکوسیون صحبت کنید و نیازه که نسبت به یه سری موضوعات مثلا زیشرهایت یه اطلاعات اضافه‌ای هم داشته باشین. یعنی اگه بتونید یه چند تا جمله قشنگ فلسفی طور، علمی طور درباره این موضوعات بگید، خیلی صحبتتون قشنگ میشه. پس باید همزمان هم اون ویدیوهایی رو ببینیم که کوتاه ولی مهم صحبت میکنن، هم ویدیوهای مباحثه‌ای که دارن درباره یه موضوعی بحث میکنن و نظرهای مختلف میگن و باید سعی کنیم که دقتمون نیاد پایین. حالا یه نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که وقتی میخواین این مهارت رو، یعنی مهارت حقوقن رو قوی بکنید، مهارت شنیداریتون قوی بشه، خواهش میکنم زیاد سخت نگیرید. یعنی چی سخت نگیرید؟ یعنی خیلی‌ها هستن که ویدیوها رو میبینن میخوان تک تک کلمه هاشو در بیارن، همه چی رو بفهمن. اگر بخواید همچین کاریو بکنید، نه این یعنی این تمرین کردن جزء روتین روزانه‌تون میتونه بشه و نه قراره ازش لذتی ببرید. پس باید یعنی آسون بگیریم. مثلا من خودم وقتی داشتم این سری ویدیوها رو میدیدم،
چون که حقیقتا تصویری چیزی مثلا برای نشون دادن نبود. توی اتوبوس بهش گوش میکردم، توی راه دانشگاه بهش گوش میکردم و فقط گوش میکردم. خیلی کلماتش بود که شاید ندونم یا شاید متوجه نشم، ولی فقط اون سری کلمات که خیلی تکرار میشد و میدونستم که اگه این کلمه رو نفهمم موضوع بحث رو اصلا از دست میدم، اونا رو یه چند تاشو توی حالا میگم توی اتوبوس بودم، شاید توی نوت گوشیم یادداشت میکردم، بعد میرفتم دنبالش میگشتم. یعنی شاید از یه ویدیوی 45 دقیقه‌ای من 5-6 تا کلمه در می آوردم. پس آسون بگین، قرار نیست همه چیز رو متوجه بشید، ولی قراره با همون دانشی که دارید سعی کنید ویدیو رو کلش رو، یعنی موضوع کلش رو متوجه بشید و تا جایی که میشه هی سعی کنید که بیشتر و بیشتر متوجه بشید. اینم با لغت یاد گرفتن اتفاق میفته. همونجور که گفتم، من به لغت یادگیری ما قرار نیست این ویدیو باشه. این ویدیو برای اینه که ما مهارت شنیداریمون رو قوی کنیم و برای این نیاز نیست که همه کلمات رو بفهمید. پس خواهش میکنم آسون بگید و نخواهید تک تک کلمه های چیزایی که گوش میدید رو بفهمید. همچین چیزی قرار نیست یک شب اتفاق بیفته. و وقتی که شما ویدیوهای مختلف و موضوعات مختلف ببینید، حتی بعضی موقع اینجوری میشه لغت رو اصلا نمیدونید فارسیش چی میشه. یعنی از شما بپرسن این لغت توی فارسی چیه، میگید نمیدونم، ولی میفهمید دارید در چی صحبت میکنه. یه لغتیه که خیلی تو ویدیوهای مربوط به اقتصاد شنید یا مربوط به پزشکی شنید، پس میدونید که یه چیزی درباره این موضوعات. همین کافیه، همین که یه حسی به کلمه پیدا کنید خودش خیلی به روند زبان آموزیتون قراره کمک بکنه. و یه کار دیگه که خیلی مهمه بکنید اینه که حالا اگه چند تا لغت ازش یاد گرفتی، یا مثلا من از اون سری آف آین بورد خیلی جملات قشنگ فلسفی یاد میگرفتم، اینا رو میومدم طبقه بندی میکردم. یعنی توی فلان دیسکوسیون میتونم من اینو استفاده کنم، مثلا فلان دیسکوسیون درباره تغذیه بود، اینو میتونم برای تغذیه استفاده کنم. یا فلان دیسکوسیون درباره حقوق بود، حقوق برابر زن و مرد، پس من میتونم اینو اونجا استفاده کنم. پس اون اطلاعاتی که حالا از ویدیو یا حالا از هر اون فایل صوتی یاد گرفتین رو طبقه بندی کنید و بدونید که باید مثلا کجا میتونید ازشون استفاده کنید. یا توی شایبل میتونم استفاده کنم، جای مختلف. پس اگر چیز رو یاد گرفتید بدونید که کجا میخواید استفاده کنید، یا به عنوان مثال کجا میشه استفاده کرد. اینکه این طبقه بندی صورت بگیرم خیلی برای روند ما مهمه که نه حوصلمون سر بره، نه اینکه اون حالا کلمات یا چیزی که یاد گرفتیم خاک بخور و بتونه توی روزانه، یعنی اون روتین روزانه ما باشه. و یک نظر نهایی هم من دارم اینه که این یه ذره مربوط به بحث مهاجرت میشه. توی بحث مهاجرت خیلی وقتا ما میخوایم بریم آلمان یا حالا کشورهای آلمانی زبان، ولی حالا یه وقفه میفته و یه مدتی ما دور میمونیم، یه شرایطی پیش میاد که کلا حالا از زبان آلمانی یا از هر زبان دیگه مثلا ما دور میشیم. برای این وقتها، برای اینکه مهارت شنیداریتون رو از دست ندید، خیلی مهمه که واقعا همونجوری که گفتم این روتین روزانه رو داشته باشید و سعی کنید که خودتون رو با زبان آلمانی قرنطینه کنید. من خودم 5 تا زبان بلدم و خب هر روز من به صورت عادی با این 5 تا زبان درگیرم. به ترکی درس میخونم، زبان مادریم فارسی بوده، انگلیسی و آلمانی بلدم، به خاطر کارم با آلمانی و انگلیسی هر روز دارم سر کله میزنم و معمولا آهنگایی که گوش میکنم و حالا خبرایی که میخونم توی زبان اسپانیایی. یعنی برای من خیلی سخته که یه روزمو بدون این زبانو بگذرونم. ولی وقتی که امتحان آلمانی داشتم، چه برای لول بتسوی چه لول ساینس، سعی کردم واقعا تا جایی که دست منه بقیه زبان‌ها رو به صفر برسونم. یعنی من همه آهنگام، با اینکه زیاد طرفدار آهنگای آلمانی نیستم، همه آهنگامو آلمانی کردم، ویدیوها آلمانی، متن می‌خواستم بخونم آلمانی، اخبار آلمانی. پس اگر نزدیک امتحانتونه خودتون رو با اون زبان قرنطینه کنید. خب و سعی کنید که نزدیک امتحان زبان دیگه گوش ندید. این خیلی برای ما مهمه. و اگر یه وقفه خیلی طولانی هم قرار بیفته و شما مثلا حالا تا برید یه چند ماه طول میکشه، سعی کنید که با اون زبان کار کنید و باهاش پول در بیارید و یه کاری بکنید که به خاطر کارتون با اون زبان درگیر باشید. این کلا ربطی به مهارت شنیداری نداره، به صورت کلی میگم. یکی از راههای خیلی خوب برای اینکه اون زبان رو همیشه برای خودمون زنده نگه داریم اینه که ما باش درگیر باشیم و چه درگیری بهتر از درگیری که قراره حالا به واسطش ما پولم به دست بیاریم. پس سعی کنید که اگر میتونید با مهارت آلمانیتون شغل پیدا کنید. انشالله در ویدیوهای آینده درباره اینکه چجوری میتونیم با زبان آلمانی
شغل پیدا کنیم بجز تدریس زبان صحبت خواهم کرد. امیدوارم این ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده باشه، ولی و اگر تا اینجا همراه من اومدید یعنی این ویدیو نظرتون رو جلب کرده، پس ممنون میشم که لایک کنید ویدیو رو، نظرتون رو به من داخل کامنت ها بگید و سابسکرایب کنید، چون که قرار ویدیوهای خیلی بهتر و خفن‌تری براتون حاضر بشه. اگر دوست دارید منابع امتحان تلک رو بدونید یا مشاوره نیاز دارید یا کلاس نیاز دارید یا کلا میخواید از من سوال بپرسید درباره آزمون تلک یا هر چیز دیگه یا زبان آموزی، میتونید آیدی من رو داخل دیسکریپشن بردارید و به من پیام بدید و من تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم. روزتون خوش باشه، حالتون همیشه خوب و عالی باشه و خدا نگهدار.